بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران گرامی قدر و به نهایت مهربان، امروز با فضل و توفیق الله سبحانه و تعالی ما درس خود را ادامه خواهیم داد. امروز با فضل و کرم الله سبحانه و تعالی ما درس نوبتی خود را نیز ادامه میدیم که درس ما امروز یکی از مهمات علم است، آموزش علم است که نام کتابی که ما در دست داریم بر سمع شما این کتاب رو میرسانیم. این کتاب تعظیم علم، بزرگداشت علم، احترام علم در این موضوع است. بسیار کتاب پرمبارک است که البته ما چند درس از این به سمع شمایان رسانیدیم، چون که در درس ها با ما اشتراک کردن. امروز مجلس چهارم می شود. اگر که ما مقدمه کتاب را حساب نکنیم مجلس سوم میگردد که مجلس سوم ما و شما امروز در بیان جمع کردن همت نفس بر علم، جمع نمودن همت نفس بر علم، یعنی که انسان همتش را جمع بنماید از برای آموزش علم بپردازد. این مسائل را با شما ان شاء الله که خواهم گرفت. در اینجا مؤلف حفظه الله تعالی شیخ صالح العثیمی میفرماید که فإن شعث نفس اذا جمع على علم، چون اگر که پریشانی نفس بر علم جمع بگردد، پریشانی نفس با علم یک جا جمع شود و آن یک ترتیب و یک نظام را قرار میگیرد، ولی اگر نفس هم با علم مشغول شود و هم با چیزهای دیگر، پریشانی انسان در این حالت غلبه میکند، بیشتر میگردد و بدون که همت نفس در طلب علم تنها با نظارت و نگاه و بین سه چیز جمع میشود. همت علم، برداشت علم و همت نمودن در علم میگه تنها با سه چیز جمع میشود. یکم حریص بودن انسان بر آن چیزی که برای انسان سودمند است، برای انسان نفع میرساند و منفعت بخش است. هرگاهی که اگر الله سبحانه و تعالی بر بنده توفیق بدهد که چیزی برایش فایده آور باشد، او را از دست نمیدهد و بر آن حریص میگردد تا اینکه آن را نصیب خود بگرداند. این اول حریص بودن بر آنچه که سودمند است و دوم پناه بردن به الله سبحانه و تعالی، کمک جستن از الله سبحانه و تعالی برای به دست آوردن آن. از الله سبحانه و تعالی تو کمک میجویی، یاری میجویی، چگونه که شاعر میفرماید اگر نباشد یاری الله بر جوان، کوشش خیش گردد بر او زیان. اگر نباشد یاری الله بر جوان، کوشش خیش گردد بر او زیان. هر قدر بکوشد او بر راه دور، باشد عاقبتش ناامیدی و پرتر. در این مصرع ها میفرماید که اگر هر قدری که اگر انسان تلاش خود رو بنماید، ولیکن اگر یاری الله سبحانه و تعالی بر این بنده نباشد، در این بنده نباشد و از الله سبحانه و تعالی کمک یاری و مدد نطلبد، برای انسان فایده منفعت نمیبخشد. و سوم عجز، یعنی ناامیدی و سستی در طلب علم، عاجزی نکردن، سستی نکردن و ناامیدی نکردن، بلکه باید انسان اراده قوی داشته باشد در این راه. اراده‌ای که انسان را بر مقصدهای بالا برساند، این خیلی دشوار است و خیلی وزن سنگین هم هست. هر کسی در این موفق نمیگردد مگر آن کسی که الله سبحانه و تعالی او را موفق بگرداند، چون در این راه از هر چیزی باید انسان روی آور باشد، نفس خود را کاملا تسلیم کند. این خیلی دشوار است. پس عجز، ناامیدی و سستی نورزیدن در رسیدن به آن مقصدهایی که انسان در آن دارد، به هر طریق، به هر راهی که باشد، در راه ماندن و شکست خوردن نه هراسد. این سه اصل در حدیثی که از امام مسلم از ابی هریره رضی الله عنه روایت می‌نماید از رسول الله صلی الله علیه و سلم آمده است و رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث فرمودند که احرص علی ما ینفعک، حریص باش بر آن چیزی که برایت سودمند است، واستعن بالله ولا تعجز، واستعن بالله ولا تعجز، و الله سبحانه و تعالی تکیه کن، از الله سبحانه و تعالی کمک یاری مدد بجو و عاجزی نشان مده، عاجزی نشان مده. پس هر کسی که میخواد همت خود را بر علم متمرکز کند، باید در دلش آتش خواهش علم را فروزان کند. هر کسی که میخواهد همت خود را بر آموزش علم متمرکز کند، باید در دلش آتش خواهش علم را فروزان گرداند، چون علم حتما فایده آور است و فایده بخش است. بلکه هر خیر در دنیا و آخرت این از ثمره های علم است، از ثمره های آموزش علم است و در این راه آموزش باید از الله سبحانه و تعالی کمک یاری مدد بجوید و سستی نکند و نگوید که نمیتوانم و نمیشود، زیرا وقتی که این کار انجام میدهد به مقصد خود میرسد و به آرزوهایش دست مییابد. جنید رحمه الله تعالی فرموده است ما طلب احد شیئا بجد و بصدق الا ناله، هر کسی چیزی را با جدیت و صدق اگر طلب کند به آن میرسد مگر آنکه آن را دریافت میکند. پس در اینجا جدیت و صدق و اخلاص لازم است. فإن لم ينله كله فنال بعضه، در اون چیزی با میگه جنید و اگر همه اش را پیدا نکرد
کرد پس قسمتی از آن رو به دست میآورد. اگر همه این علم رو پیدا نکرد پس قسمتی از این علم رو هم پیدا میکند به دست میآورد. و گفتند که جدیت با جدیت است، جدیت با جدیت است و محروم شدن از هر سه این با سببهای تنبلی است و خواهشات نفس انسان. پس محنت کن، زحمت کش تا به زودی به اوج آرزوهایت برسی، حالا هم دیر نشده است. پس همتت رو بلند بگیر و از غفلت ماندن بپرهیز و بیدار شو، زیرا وقتی که بنده همتی بلند داشته باشد درهای خیر و نیکی ها برایش گشوده میگردد و شادی و بردباری ها به سویش میشتابد. چگونه که ابن قیم رحمه الله تعالی در کتاب مشهورش الفوائد میگوید اذا طلع نجم همت فی ظلام اللیل، هنگامی که ستاره همت در شبهای تاریکی ببراید پس از آن ماهی عزم و اراده طلوع میکند و زمین قلب با نور پروردگارش روشن میگردد. پس همت در آموزش علم این اساس نیکی هاست. برای این لازم است که انسان هر چیزی را به خاطر به این راه رسیدن ترک نماید و هر کاری را به خاطر به این راه رسیدن انجام بدهد، البته که از کارهای مباح و جایز و روا الله خیرتان دهد. در اینجا میفرماید که این گفته تأکید آن است که وقتی انسان از تنبلی بیرون میآید با همت با عزم و اراده حرکت میکند، قلبش با راه رحمت الله سبحانه و تعالی نورانی میگردد، قلبش با راه رحمت الله سبحانه و تعالی نورانی میشود. اما در اینجا میفرماید که کسی که او غمخوار نان است و گوش یا کیپوش، یعنی هر کسی که همیشه غم و غصه شکم خود رو میخورد، غم و غصه پوشش خود رو میخورد، فقط در فکر اندیشه خود است، نه آید ز علم آنگاه بوی هوش، هیچ بوی علم رو حتی نمیچشد نمیبیند. چون همت بود فقط در خوردن، چون همت انسان عظمت انسان فقط خوردن و پوشیدن و کیف صفا در این دنیا است، نداند چی باشد علم و سخن. و انسانی که فقط فکر اندیشه از شکمش است و این دنیا هست، فقط هوا و هوس خود رو میاندیشد و از این علم هیچ چیز رو بهره نمیبرد، از این علم هیچ چیز رو بهره نمیبرد. نیابد کسی گنج معرفت که همت نباشد به درد حکمت. بدون علم هست نوری رحمت، کوشایش به سوی سعادت. این علم میفرماید که این یک نوری رحمت است از جانب پروردگار و دعا میکنی پروردگار رو این کوشایش رو به سوی سعادتمندی برای ما نصیب بگردان. کسی که اگر همتش تنها غذا باشد، لباس باشد، خوردن باشد، نوشیدن باشد، به این اگر بند باشد حتی بوی علم رو هم نمیچشد. و بدون که علم رو به دست نمی آورد کسی که اندیشه و همتش به خوردنی ها و نوشیدنی ها و پوشیدنی و هوا و هوس خودش است، انسان باید اینها رو بشکند، با اینها مبارزه برد. پس تلاشت رو بکن تا به قسمتی از فراوان از علم برسی. خوابهای شیرین شب و صبح بر وقت رو برای علم ترک کن، زیرا کسی که از گذشتگان عبرت میگیرند و عبرت گرفتن و به همت آنها نظر افکندن، نفسش بالا می رود و ارادش قوی می گردد. مثلا اگر ما امام احمد ابن حنبل رو در نظر بگیریم، در زمان کودکیش امام احمد ابن حنبل در زمان کودکیش گاه پیش از فجر، پیش از صبح برمیخست، پیش از صبح بیدار میشد و به حلقه علم روان نمیشد. مادرش از روی مهربانی و دلسوزی لباسش رو نگاه می‌داشت، لباسش رو پنهان می‌کرد، لباسش رو می‌گرفت و میگفت فرزندم صبر کن تا مردم اذان فجر رو گویند و روز روشن بگردد. همت امام احمد رو ببینید. خطیب البغدادی تمام صحیح بخاری رو با اسماعیل در 3 مجلس ختم کردند و 2 مجلس آن در 2 شب از مغرب تا طلوع فجر بود و روز سوم از آغاز روز تا مغرب و از مغرب تا فجر. در 3 روز این را صحیح بخاری رو به اتمام رسوندند که شاید بعضی از ما و شمایان شاید این صحیح بخاری رو ماها، شاید بعضی کسا سالها، شاید بعضی کسا تا حال نکشده باشد، یک حدیث از اون را نداند. و قول حافظ الذهبی در تاریخ اسلام میفرماید که این چیزی است که من در زمان خود کسی رو نمیشناسم که قادر به انجامش باشد. امام ذهبی یکی از علمای بزرگ است، میگوید که من در زمان خود کسی رو نمیشناسم که قادر به این کار باشد که دسته رو صحیح بخاری به اتمام برساند. این از همت. الله سبحانه و تعالی ابو عبدالله را یعنی امام احمد را رحمت و مغفرت کند. اگر آن میبود با این همت های مردم نظر میکرد در زمان ما میدونید چی میگفت؟ الله مستعان. و ابو محمد ابن اتبان در اولی طلب علمش همه شب رو با مطالعه کردن و دانش آموزی میگذراند، تمام شب رو با مطالعه و دانش آموزی میگذراند. مادرش از روی دلسوزی او را منع میکرد که شبانگاه تحصیل نکند، علم نآموزد، خواب برود، استراحت کند. اما او چیکار میکرد؟ فانوس یعنی چراغ را میگرفت، آن را زیر یک طبق کلان پنهان میکرد و میدید که مادرش به خواب رفته است، سپس آن را میبرآورد با این روشنایی، سپس طلب علم میکرد و علم میآموخت. وقتی که مادرش خواب میرفت، سپس این چراغ را گرفته دوباره باز برای درس خواندنش مشغول میشد. و در اینجا شیخ صالح میفرماید که من در بعضی دستنویس‌های خاص، کتاب‌هایی که دستنویس شدگی هستند، در بعضی از دستنویس‌های خاص میگم من دیدم در یک کتاب‌های مخصوصی نجدی از علمای نجد پارچه‌ای بود که
نسبت داده میشد به عبدالرحمن ابن حسن آل شیخ. عبدالرحمن ابن حسن آل شیخ این نویسنده کتاب مشهور فتح المجید است، یکی از بهترین کتاب‌های عقیدوی است، توحید است. عبدالرحمن ابن حسن آل شیخ میفرماید که در اینجا میگم در همونجا خواندم، چرا خوانده است؟ میفرماید که شتاب کن به سوی علم هر روز، شتاب کن به سوی علم هر روز، صبح و شام کوشش کن بی تأخیر، سوال کن پیوسته هر دم و وقت، زیرا عیب است که ماند ز جهالت بعد. همیشه به سوی علم شتابان باش، شب روز، صبح و شام کوشش کن و به تأخیر نافت، سوال کن، بپرس، تلاش کن پیوسته هر دم هر وقت، زیرا برای انسان عیب است، شرم است که در جاهلی و در نادانی بماند. برای انسان عیب است، شرم است، نباید انسان در جهالت بماند. الله خیرتان دهد. پس انسان باش که پایش در زمین استوار باشد، پایت را در زمین استوار بگذار و سر و همتت مثل سیاره باشد، بلند همت باش، بالاترین مقام را به دست بیاور. مبادا که بدن جوان داشته باشی ولی در همت مثل یک پیرمرد باشی. بیشتر مردم این گونه هستند، جوان هستند، چه جوان مردان چه جوان دختران، اما در همت در آموزش مثل یک انسان پیرانسال قرار میگیرند. زیرا همت راسین هرگز پیر نمیگردد. عبرت قصه عبرت انگیزی ابوالوفا ابن عقیق. ابوالوفا ابن عقیق یکی از زیرکترین علمای حنبلی بود. در سن 80 سالگیش میگفت، ابوالوفا ابن عقیق در سن 80 سالگیش این سخن را میگفت: نه از من پیر شد، نه خلق من، نه وفای من، نه دین من، نه کرامت من، فقط موی سرم رنگی دیگر گرفت، اما سفیدی موی همت من را کم نکرد. شارح شیخ صالح العثیمی حفظه الله تعالی پیوند صوم را یا باب صوم را از پیوندهای بزرگ داشتن علم یادآور شده است که آن این است و فرمود: جمع نمودن همت نفس بر علم، جمع نمودن همت نفس بر علم، یعنی روانه ساختن اراده خود به سوی علم به طوری که نفس با علم و دانش مشغول گردد و به غیر آن پریشان نشود. و در این مورد ذکر کرد و فرمود که پریشانی و به ترتیبی آن اگر به علم جمع شود و متمرکز گردد، بنده آنچه را که میخواهد به دست میآورد. اما اگر نفس با علم به غیر علم همزمان مشغول گردد، هم با علم و هم با غیر علم با دیگر چیزهای دیگری، پس پیش از پیش پریشانیش شکستش میدهد، پریشانی شکست میدهد. و سپس ذکر نمود که جمع کردن همت بر مقصد اساسی که سه چیز در این به دست میآورد، با سه چیز صورت میگیرد. اول حریص بودن بر آنچه که نفس میخواهد، حریص بودن به آنچه که به نفع انسان میرسد. دوم یاری جستن از الله عز و جل برای به دست آوردن آن منفعت، یعنی در رسیدن به آنچه که سودمند است از الله سبحانه و تعالی تو ای بنده یاری بی‌طلب، کمک و مدد بی‌طلبی. و سوم عجز، ناتوانی نکردن، ناتوانی نشان ندهی در این راهی که تو انتخاب نمایی به مقصدهای عالی خود را برسانی. یعنی بنده نباید با سستی و ضعیفی از تلاش رسیدن به آنچه که بر او فایده میدهد کناره‌جویی نماید. چون که بر ما معلوم است در ذکر قسمت دوم در درس گذشته در استعانت کمک یاری جستن از الله سبحانه و تعالی قول اولین شعر را در یک مثال شعر گفته بود بیان کرده بودیم. ابن قیم رحمه الله تعالی گفته است: اصل کل خیر فی الدنیا والآخره العلم والعدل. اصل هر خیر در دنیا و آخرت این علم است، آموختن علم و با آن عمل کردن و عدل انصاف است. اصل تمام خیر نیکویی و اصل هر شر فرماید و اصل کل شر فی الدنیا والآخره الجهل والظلم. بس اصل هر شر و بدی در دنیا و آخرت این جهل و ظلم باشد. پایین سخن ابن قیم رحمه الله تعالی. از این گفته های ابن قیم برمیگردد که به آنچه که قرافی گفته است، زیرا که عدالت تنها توسط علم ممکن است. عدالت در بین مردم و در زندگی تنها توسط علم پیدا می شود. پس هر کی علم نداشته باشد نمیتواند عادل باشد، نمیتواند عدالت کند. از این برمیآید که ریشه هر خیر این علم است، ریشه هر خیر این علم است. سپس مؤلف حفظه الله تعالی در بیان تشویق نمودن بندگان الله بر علم گفته است: باید از الله در راه علم یاری خواست، باید از الله در این راه علم آموزش علم یاری خواست و در این میدان آموزش علم عاجز نگیرد خود را. چون اگر عاجز گرفت بر آرزوهایش نمیرسد. اساس رسیدن به مقصدها آرزوها این ترک هوا و هوس است. بر آن چیزی که آرمان داشت کامیاب میگردد. سپس قولی جنید با شعرهای زیرین که ما خوندیم آن را برای ما و شما آورد که گفت: پس برخیز با همت بلند و از غفلت بودن بیدار شو، زیرا هر بنده ای که در آموزش علم همت بلند داشته باشد درهای خیر و برکت بر رویش باز میگردد و شادی و فرح به سوی او میشتابد. سپس کلام ابن قیم رحمه الله تعالی در فواید برای ما یادآوری و معنا داد و سپس مؤلف رحمه الله تعالی از احوال مردمان پیشین
بالین و همت‌های بلند اندیشه آنها یادآوری کرد تا بنده را با پیروی و تعقید مستحکم بگرداند. که ذکر کرد فرمود که آنچه که احمد ابن حنبل در آوان کودکی خود میکرد که گاه میخواست پیش از وقت نماز فجر برای اشتراک نمودن در حلقه های علمی شیخ‌ها حضور نماید، در حلقه های علمی شیخ‌ها حضور کند. مادرش رحمه الله با مهر و محبت و شفقت او را نگاه می‌داشت، لباسایش را میگرفت و میگفت صبر کن فرزندم، صبر کن فرزندم تا مردم اذان بگویند یا صبح روشن بگردد، یعنی برآمدن با تأخیر انداز تا فجر فرا رسد آنگاه ببرا. پس ذکر نمود حالت ابوبکر الخطاب را رحمه الله تعالی که تمام صحیح بخاری را با اسماعیل در 3 مجلس خواندند چنانکه بیان کردیم. و مؤلف میگوید که این عملی که از خطاب نقل شده است، این عملی که از خطاب نقل شده است، چیزی که آن کسی که همت سوس دارد آن را غیر امکان میشمارد. یعنی کسی که اگر همتش سوس باشد در طلب علم، آموزش علم رو، هجرت رو و دیگر مسائلی که بر پیش او پیدا میشود، این را غیر امکان میشمارد، این را نادرست میشمارد، این را برایش مشکل میشمارد، بلکه گاهی از عقده او نمیبراید، گاهی تسلیم میشود. مانند آن که گفته است که محمد ابن ابی بکر که گفته است که حکایه حتی است در آن قصه‌ای که ما بیان کردیم، قصه‌ای که در 3 شبانه روز صحیح بخاری را به اتمام رسانیدند. و در اینجا از محمد ابن ابی بکر ذکر می شود که گفته است که خطیب بخاری را، صحیح بخاری را در 5 روز خوانده است، در 5 روز صحیح بخاری به اتمام رسانده است. اما ذکر یادآوری میکنند که خطیب رحمه الله تعالی صحیح بخاری را در 2 مجلس خوانده است، 2 بار خوانده است آن را، یک بار در 3 روز تمام کرده است، یک بار دیگر در 5 روز تمام کرده است. بار اول بر کریمه المروزیه در 5 روز با او تمام کرد در روزهای حج. بار دوم در 3 مجلس با اسماعیل آن را به اتمام رسانید. از عمار ابن خطیب نیز در کتاب تاریخ بغداد در ترجمه استادش اسماعیل اجیری رحمه الله ذکر شده است. این سپس آنچه را که ذهبی رحمه الله تعالی گفته است این را مؤلف برای ما شما آورد که این کار خواندن تمام صحیح بخاری در 3 مجلس و می‌فرماید که در زمان او، در زمان امام ذهبی، کسی را نمی‌شناسد که بر آن قادر باشد. این گفته با هدف بزرگ بیان شده است در باب تعجبی که مردم چقدر زمان تأخیر میشد، همون قدر مردم در طلب علم، در آموزش علم تنبل شده ایستادند. اما الله سبحانه و تعالی قادر است که هر بنده را بر مقصدهای نیکوش برساند اگر انسان در آن اخلاص داشته باشد و پیروی از هوا و هوس خود نکند و تسلیم گردد. و الله سبحانه و تعالی به هر کی بخواهد از بندگانش خیر و نیکی را عطا می‌فرماید، بر او کمک می‌کند، بر او توفیق می‌دهد. آنچه که دیگران دسترس کردن تو هم امروز اگر تلاشت را کنی و از هوا و هوس نفس خود پرهیز کنی حتما میرسی. چگونه که الله سبحانه و تعالی به بعضی از بندگانش این را داد، این نعمت‌های بزرگ را داد، نعمت‌های مالی داد و زندگی آسوده عطا کرد. همین گونه نیست؟ الله سبحانه و تعالی به بعضی از بندگانش زندگی نیکو داد، نعمت‌های مالی و جسم سالم و زندگی آسوده عطا کرده است. همین طور و باز بیشتر و بیشتر به هر کی بخواهد درک حقایق ایمان را بفهمد و به آن مقصدهای اساسی که ایمان و اخلاق و آداب است و دین است و شریعت است برسد، به آن مقام‌های بالا حتما خواهد رسید. الله او را عطا می‌کند و برای ایشان راههای رسیدن را آسان می‌گرداند و این حقایق را برای او آسان می‌گرداند. ابن طولان یکی از علمای قرن دهم هجری بود. این شخصیت بزرگ کوشش کرد که در پیروی از خطیب بغدادی، در آنچه که در 3 روز خطیب بغدادی صحیح بخاری را به ختم کرده بود، از او پیروی کرد، از او تقلید کرد که وای هم در این 3 روز این کتاب را به اتمام برساند. در کتاب خود به نام الاوسط ذکر کرده است که صحیح بخاری را بر یکی از استادانش در همان گونه خواند، همان گونه‌ای که خطیب بغدادی کتاب را در 3 روز تمام کرده بود، انا همان گونه در 3 روز این را تمام کرد که این بعد از 5 عصر از تأخیر آن که ابن طولانی حنفی است، صاحب تصنیفات کتاب‌های زیادی هم هست، مانند خطیب عمل کرد و خود را به او رسانید، هم قدم گردانید خود را به او. سپس مؤلف حفظه الله تعالی ذکر کرد از حالت‌های آنها، بلکه چیزهای بزرگتر از آن که از گروه از سلف، از صحابه و تابعین و تبع تابعین روا و واقع شده است در آموزش علم، در علم و عمل. این چیزها در نزد بسیاری از مردم شاید مشکل بیتواند، اما اگر انسان همت داشته باشد الله سبحانه و تعالی او را موفق می‌گرداند. در ذهن بعضی از مردم غیر قابل تصرف است. الله خیرتان دهد. این یگان کار تعجبش نیست. اگر انسان همتش قوی باشد بر مقصدهای نیکو خواهد رسید. فقط در اینجا همت نیکو در کار است، زیرا آنها با کمال نیکویی و اخلاص کامل و پاکی قلب و نفس بر آموزش علم پرداختند و الله بر آنها قوت توفیق پیدا کرد و داد که به دستاوردهای علمی عظیم رسیدند که دیگران از آن محروم هستند. الله سبحانه و تعالی برای بنده هنگامی که اگر که انسان خواهش نیکو داشته باشد همت بلند میدهد. این یک قدرت الله سبحانه و تعالی است و دور نیست که برای عهد بعدی آدمای بعدی میآیند برای ما و شما نیز این چیز رو عطا کند، چون نعمت‌ها در دست او سبحانه و تعالی است. اما اولین شرط همت واقعی به سوی مقصدها رسیدن. اگر انسان در نیت پاک و آرزوهای کامل رسیدن داشته باشد و از شبهه ها، از فکر
اندیشه های مردمی پیروی نکند، الله عزوجل او را با قوت یاری میدهد و او را با مقصدها میرساند و در عهد و پیمان او بر او قوت میبخشد. و این قصه ابو محمد ابن تبان که او تمام شب را با خواندن کتابها میگذرانید. مادرش از خطر ناداری میترسید و او را منع میکرد. وقتی که مادرش او را از بیدار شدن در شب منع میکرد و گریان کردن چراغ، ابن تبان چراغ را زیر یک چیز قرار میداد و خود را طوری نشان میداد که گویا خواب است تا مادرش خواب برود و خواب بکند. سپس چراغ را از زیر اون چیز برآورده و مشغول کتابخوانی خود میشد. پس بدون قوت انسان وابسته بر همت خود انسان است. الله به آنهایی که با حقیقت آرزوی آموزش علم را دارند امکانیت های غیر عادی میبخشد. و این قصه ابن تبان نشان میدهد که راه علم با صبر و همت حتی اراده کردن نعمت ها، چون مادر او را نگاه داشت، مادر او سبب جلوه رسیدن او به مقصد ها بود، نه که طور رفتار کرد و طور معامله کرد، طور کارفرمایی کرد، کارنمایی کرد که نه مادرش را آزار داد و همچنین در یک مورد صاحب علم شد. اگر انسان اراده داشته باشد باید هیچ چیز او را من نسازد، هیچ چیز او را من نسازد. و علم بدون که جهادی باطنی است، پاکی قلب است که با ظاهر سعی و حرکت و کوشش پیدا می‌گردد. اگر این دو همراه شود نتیجه عجیب می‌شود و هر کس باید بدونه که قدم اولینی که به سوی علم می‌گذارد این تازه کردن قلب است از غفلت، از گناه و معصیت، از فکر و اندیشه‌های بیرونه. آنگاه الله سبحانه و تعالی بر او راههای می‌کشاید که حتی به خاطرش نمی‌آید، خود در تعجب می‌افتد. و سپس شیخ صالح العثیمی بیت زیبایی که از عبدالرحمن ابن حسن آل شیخ که مؤلف کتاب فتح المجید است بر ما آورد که به جد و همت گرفتن علم دعوت میکند. میفرماید که شتاب کن به سوی علم هر روز، شتاب کن به سوی علم هر روز، صبح و شام کوشش کن بی تأخیر، سوال کن پیوسته هر دم و زمان، زیرا عیب است که ماند ز جهالت بعد. پس فرمود که انسان باش، مرد باش که پایش بر زمین استوار باشد و همت بلند داشته باشد که همت او با سطح ستارگان با ثریا بالاتر باشد. الله خیرتان. و بدون حقیقت علم آن است که هر قدر بدن ضعیف شود همت باید حتی از هوا هم پرقوتر بگردد. اگر هر قدری که انسان ضعیف گردیدن بگیرد و همت انسان باید همون قدر قویتر گشتن بگیرد. و در اینجا عبدالوفا ابن عقیل آورده است که آنها را در سن 80 سالگی میخواند. این شعر، این مصرع شعر را چون یک ما خواندیم الکی این را گفت نه از من پیر شد، نه خلق من، نه وفا، نه دین، نه کرامت من، فقط موی سرم رنگ دیگر گرفت، اما سفیدی موی همت من را کم نکرد. چون سفیدی موی سر نشان ضعف انسان میگردد، پیران نسبت نشان به پیرانسالی انسان، و سفیدی موی که انسان پیر میشود نشان ضعف انسان میشود، جسم انسان میشود. اما اگر روح و همت اگر ضعیف نباشد، حتی جوانی هم اگر از دست رفته باشد انسان قوی است. اما روح اگر همت ضعیف شود، حتی اگر جوانی هم انسان قوی باشد، جوان هم باشد، اما بیهوده است. چون که بیشتر از جوانان این گونه قرار گرفتند. اگر روح قوی باشد حتی جسم هم آن را قوی میگرداند. اگر روح قوی شود حتی جسم پیر هم که جسم پیر میشود، این جسم پیر هم قوی میگردد و قوی میشود. و ابن جوزی میفرماید که علم و عمل هر دو دوستند، علم و عمل هر دو دوستند و یک جا آنها بلندی همت را به پیش میارند. یعنی هرگاه اگر همت بنده در طلب علم اگر بلند باشد، هر چی را که خواهد از علم و عمل به دست میآورد و آدم با همت را پیری هنگامی که پیری بر او میرسد او را شکست نمیدهد و مانع آموزش علم نمیگردد. و امام بخاری در صحیحش ذکر یادآوری میکنه که یک قسم از صحابه ها در سن پیری علم را آموختند، بدون که پیری تنها در موی هاست نه در همت، و حقیقت انسان در روح است نه در جسم. حتی اگر پیر هم باشی میتواند انسان با قلاهای بلند برسد. و علم و عمل دوستان همیشگی همدیگر هستند. الله سبحانه و تعالی ما و شما را در آموزش علم و معرفت و دانش موفق بگرداند. در اینجا قسم ذکر شده مؤلف حفظه الله تعالی جمع نمودن همت در طلب علم به اتمام می‌یابد. سبحانك اللهم و بحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیک.